اولا درباره روزه شوال الحمدلله اکثریت مایان با خبر هستیم از ثواب روزه 6 روزه شوال که ما الکی در ماه شوال هستیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در صحیح مسلم است که میگن من صام رمضان فاتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر. هر کسی که رمضان رو روزه بگیرد و بعد از آن 6 روز دیگر روزه بگیرد مثل اینکه یک سال پره روزه گرفته است. یعنی یک ماه روزه گرفته شما 10 ماه حساب می شود و 6 روز روزه گرفته شما 2 ماه حساب می شود. گویا که شما 12 ماه روزه گرفتید که در حدیث دیگر پیامبر این را بیان می کند. برای همین اکثریت مسلمان ها خیلی می خواهند این ماه شوال رو روزه بگیرد، ولی بعضی ها فکر می کنند حتما باید یکم روز عید نو دویمش باید روزه گیری و پای در پای بگیری. گویا که شوال هم مثل رمضان است و حتما باید پای در پای گیریم. عزیزان، ماه شوال هم مثل رمضان یک ماهی کامل است. شما یک ماه وقت دارید که این 6 روزه رو بگیرید. برای همین حتمی است پای در پای بگیریم. در یک هفته 2 بار 3 بار گرفتید هم مهم همین 6 روز را در همین ماه شوال بگیریم. اما درباره نیتش، تمام عبادت ها در اسلام در نزد 4 مذهب مکان نیتش دل هست. با دلت گفتی من فرد روزه شوال میگیرم، یا اینکه حتی سحری خستیم و هیچ چیز نخورده گفته من امروز روزه دارم برای شوال، که روزه شوال خودش از روزه های تطوع هست، یعنی نافله هست، از روزه های سنت مؤکده و حتما باید واجبات نیست که یک روز پیش نیت کرده باشی یا پیش از سحر خوری. همین کافی است. یگانه در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم در بعض علمای امام شافعی و احمد هم بعض نیت ها رو با زبان گفتید مستحب است، یعنی قوی تر می شود نیت قلبیت. وگرنه پیامبر اصلا چگونه که التحیات رو به صحابه ها آموزانده بودن، دعای مثلا استفتاء سبحانك اللهم رو، یا اینکه اللهم صل علی محمد گفتن صلوات رو به یگان صحابه نیت یگان چیز رو به زبانی آموختگی نیستن که با زبان همین گونه نیت کنید. با زبان همین گونه نیت کنید که گفتگی نیستن. یگان عبادت در اسلام نیت مخصوص خودش را ندارد که با زبان بگوییم. با قلبمون همین که نیت کردیم الکی این چی است؟ این نیت حساب می شود. برای همین برای شوال یک نیتی مخصوص نجوید که حتما باید این گونه نیت کردم. چه خیلی گفتم من پگاه شوال میگیرم، گفتید الکی همون نیت کافی است. یا پگاه روز گفتید، یا حتی از خواب بیدار شدید که الکی وقت سحرخوری گذشته است گفتید من روزه دارم، چون روزه نافله است. شرط نیست که نیتی بر وقتتر داشته باشید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه های نافله رو حتی بعد از صبح دمیدن هم امروز من روزه دارم میگفتن. و مسئله نیت شوال اینقدر مسئله جدی نیست که دربارش گفت و گفت کنیم. عیناً همین گونه نیت غسل و نیت طهارت و نیت دیگر نماز ها با قلبتون گفتید من غسل میکنم، این دیگر نیت است. من غسل از جنابت میکنم، من غسل برای روز جمعه میکنم، یا من نماز استخاره میخونم. با دلمون گفتیم کفایه هست. با زبان آوردن حتما یک شکل رو چگونه که در فرض عین بعضی کتابک های تاجیکستان است از یاد کردن از یگان صحابه علما آمدگی